عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت میکنه، میگه در گرد بیت الله یه بچه را دیدم دستاش شله کار نمیکنه. سوالش کردم بچم خیریت است؟ گفت حضرت جان جوان بودم پدرم نصیحت کرد پدرم زدم، بعد اون مادرم نصیحت کرد مادرم زدم. با پدر حج آمدیم، پدر طواف میکرد گرد بیت الله و یک دعای عجیب میکرد، خدایا من پیر و ناتوان شدم، من دیگه طاقت ضرب و لطف فرزندم ندارم، همون قوای را در دستش دادی مرا میزنه، خدا جان همون قوا را دستش بگی دیگه مرا نزنه. با مجرد دعای پدر گفت هر دستم ای کار برم. خانه آمد زارش کردم پدر جان یک باره که دیگه حج بریم. در راه آمدیم پدرم از بالای شتر افتاد از دنیا گذشت. حضرت ما تا حال به همین احوال است. بریم. میگه از نماز خفتن طواف من کردن تا بامداد دعا کردن، بعد در بامداد دستای من در حرکت درآمد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در گرد بیت الله یک مسافر قدی کمپیر میدید اینقدر خوشحال میشید. روزی آمد هر درک دید. گفتن یا کجا دن؟ گفت حضرت جان اینا یک فرزند داشتن، پدرش پیش داره میکرد مسجد میآورد، باز مادرش. همون گفتن فرزند از دنیا گذشته است دیگه، یا کسی ندارن مسجد بیارشون و از مسجد ببرشون. حبیب خدا گفتن اگر دنیا وفایی میکرد به فرزند انبیا میکرد، وقتی این را از بین برد ما و شما را از بین میبرد. یکی از قاری ها تا حال زنده هست، گفت من بسیار ثروتمند بودم، شرایط خوب داشتم، پدرم بیمار بود، خانم ده بود، زاره میکرد که بچه‌م مرا خانه خودم ببر. میگه ماشین ده تاب میدادم گرد همین قشلاق و رایان ها تاوش میدادم، با دوباره خانه خودم میآوردم. پدرم که کمی عقلش گم کرده بود میگفت بچه‌م هر کس خانه خودش، خانه مرا دیگه از خانه خودش فرق نمیکرد، لیکن فقط خواهش میکرد که مرا خانه خودم ببر. گفت فقیر شدم دیگه، پدرم میگفت بچه‌م مرا خانه خودم ببر. گفت در یک عربه سوارش میکردم و گرد همون کوچه ها تاوش میدادم، باز دوباره خانه خودم میبرد. میگفت بچه‌م هر کس خانه خودش. و روزی میگه پدرم دست برداشت گفت فرزندم خدایا از جمله او فرزندای شوی که روز تو پیش شوی، شاههای دنیا از دنبال تو بروند، پشت تو برن. خنده کردم که من این فقیر کجا و شاهها دنبال من رفتم. و روزی میگه قبر همین محمد اسماعیل البخاری را در سمرقند میگه زیارت آمدن. همین اسلام کریموف میگه از بین قاریا مرا گفت تو پیش شو. وقتی میگه ما پیش اسلام کریموف عقب دیگه شاهها آوای دیدم ریخت. میگه رئیس جمهور گفت چرا ناراحت شدی؟ گفت من در دعای پدر خنده کرده بودم، این روز برای اجابتش گفت گریه دارم. من گفتم کجا عقل قطعی قبول نشد که من کی هستم که من پیش برم شاه از عقیب من. شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه عجیب قصه میکنه، کدام ما و شما پیش از خواب رفتن یک بارک جایگاه مادر یا پدر میبینیم چه حال دار؟ میگه یکی از علما شب که میخواست خواب بره گفت یک بارک برم جایگاه مادر ما ببینم چه حال است. آمد که مادر خواب از پاکاش پر از چنگ و غبار، خم شدن بر ریشاش کفای پای مادرش تازه کردن. و سحر آمدن خواستن درس بگن. یکی از شاگردا گفتن حضرت شب تهجد خوندی، ذکر کردی، تلاوت قرآن کردی؟ گفتن چرا؟ حضرت جان گفتن خواب دیدیم که ریشات پر از دور و مروارید است، از بریلیانت و سنگ‌های قیمت بها. گفت او خاک کفی پای مادرم. مادر تاب میخوره. ایمن میگه گفتم محمد بیا قبر مادر رو بکنیم. هر بار میگه حبیب خدا قبر مادر رو میکندن، تشششون در زمین میزدن، یک کلمه عجیب علم آور میگفتن بچه جان، بچه جان. گریه میکردن و میگفتن ای ایمن چرا مادری من دیگه با من صحبت نمیکنه؟ قبر کندن، هیچ اجازت نمیده که مادرش در لحد مونن. در لحد موندن اجازت نمیده که بالاش خاک پرتاین. خاک پرتافتن. حبیب خدا از سر قبر مادر تا مکه مکرمه گریه کرده و روش از قبر مادرش نگرداند. و وقتی آمدن باباش دیدن که اینقدر حبیب خدا ناراحت است، گفتن محمد برای چی گریه میکنی؟ گفت که بابا جان چرا مادرم دیگه با من حرف نمیزنه؟ حبیب خدا گفتن باباش گفتن که یا محمد انا ابوک و امک، من هم پدر و هم بابات هست. 2 سال دیگه با بابا ایستادن که بابا هم از دنیا گذشت. چقدر حبیب خدا یتیمی رو بالاشون آورد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن از اون نعمت هایی که در جنتن در دنیا دیده می شود این پدر و مادر. همون جینجه های روهای پدر رو میبینیم، مادر رو میبینیم، انا ما راههای به سوی جنت رفتن ما و شماست. علما میفرمایند در 3 حالت دعا قبول میشه. بعضی میگن در 5 حالت که حالت باران باریدن
یا حالتی که آب دیده در پره رخساره هست، یا حالتی که اذان میگن دعای اذان کردن است، یا در میعذاب همون نوشاره‌ای که در بیت الله هست آب میرزه رو پر روی همون حبیب خدا میگه بشین دعا بکنین الله قبول میکنه. یکی از دعاها قبول میشه که چهره پدر تا نگاه کن و چهره مادر تا نگاه کن دعا بکن الله قبول میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز یک صحابه را دید که در ریشاش ملائکه ها بحث دارن. گفت بچه‌م این روز چه عملی خوبی را انجام دادی؟ گفت حضرت جان از کار آمدم پاکای مادر ما دیدم پر از چنگ و غبارن، خم شدم بر ایشان کفای پاش تازه کرد و آبای دیده حبیب خدا ریختم. و حضرت ابو هریره گفتن حضرت جان آیا قصه جوان شما را ناراحت کرد؟ گفت یا ابا هیر نه، گفت کاش گفت مادری من زنده میشی، من به این ریشان میرفتم گفت کفای پاش تازه میکردم و این ثواب خدا را حاصل میکرد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنن میگه روز حبیب خدا را 62 ساله بود، یعنی 1 سال پیش از وفاتش در یک سرزمین دیدم که حبیب خدا اینقدر ناله کرد که من یگان بار حبیب خدا را نالش ندیده بودم. گریه حبیب خدا تمام صحابه را میگه در گریه آورد. سوالش کردیم که حضرت جان خیریت باشه؟ گفت قبر پدر و مادرم هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر ما شما را توصیه دادن و دعای عجیب هم میخونیم اللهم اغفر لی و لوالدی. خدا اول خودمون ببخش بعد از آن پدر و مادر. چرا اول خودمون؟ چرا اول پدر نه؟ چرا اول مادر نه؟ خدایا مرا ببخش. چرا؟ تا دعای در حق پدر و مادر میکنم قبول شود. اگر مرا نبخشی دعام قبول نمیشه، به این خاطر اول خودم خدا ببخش بعد از آن پدر و مادر.